سلامتی چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هم گسستم خیلی خوش اومدیم به ویدیو. بچه توی این ویدیو قرار بریم با هم التف پلاستیکی بزنیم. همونطور که میدونید التف هفتم گیمه، الت شرط بنده. ولی این الیت نمیدونم الیت از آخرین التاست یا الت 54 یا الت 52 نمیدونم دقیق. ولی خب الان من میرم کاراکتر رو عوض کنم. این کاراکتر من الان برم ستش رو بزنم، تصورتش هم عوض کنم. الان بچه اینی که دارید میبینید این التف پلاستیکی، الت 7 رو میزنم این طرف، این الت میزنم این طرف. خدای خودتون قضاوت کنید شبیشه یا نه. قشنگ از رومون ساختن. کلاش که همونه، آنالیز کنید. ماسکش هم که ماسک الیتف دو تا از این چیزا که رو ماسک اینه داشت، یه دونه بود دو تا اونو نمیدونم، ولی اینم داره. لباسش هم که یه چیز شبیه پالتو ماننده. شلوارش هم که قشنگ چرخ دنده ها روش هم ببینید قشنگ، نه ببینید اینا چرخ دنده. کفش هم که شبیهشه خدایی، ببین این خودشه. حالا بریم یه دست پلی بدیم تا این چیه. خیلی خوب استارت شد. بچه اینا که میبینی باتن، اینا انمی هم هست توشون، ولی نمیدونم چرا تو جایی که بات هست انمی معلوم نمیشه. یعنی اینو کی کاش به نظرتون؟ خب اینا انمی میکاره دیگه. ببینی بچه بنی تکره. خیلی خوب بریم بیماس هاکی نه، ولی پوچینوک بریم. بچه هیچکی نیومد پوچینوک، پس ما دوتا گانم بر میداریم سریع میریم. من این نمیشه از تو عوض کنم میریم اسکار تموم بریم. درسته نه لوت چیزی هیچی نداریم، ولی بریم دنبال کیل. میخوام برم پیک. یکم آسمونه اونم این یکی نزدیکتره. وای وسکوش شد، اونم وسکوش. خیلی خوب بعدیار دیگه هد میزنم. نه جوری نمیشه. بیا اینجا بینم، بیا اونجا. این صدا تیرم که میاد که قشنگ دارم پلی میدن. باش میدن پلی چی؟ یکیه نه ای وای نه، گوش قفل میزنه یو. خیلی خوب نت بزن باشم بریم اینجا. خلاصه که کل پیکو میخوام بزنم چون دیگه اینمی رفتم. من نباید در برم، ولی خب ماسک هم برداریم. اکی یو ام پی دارن اینا خیلی خوشبختن. اینا دارم با یو ام پی میزنم، من دارم خیلی خوب. بچه اینجا سیارو
یکی دیگه یمده و من این خارج از ویدیو همش هیت میزنم ولی الان نمیتونم. انمی میخوام چون لگ دارم نمیتونم ات بزنم با امده. داشتم بیا بیرون بینم هم یکی دیگه داشت کیو داشت میزدی دقیقا اون داشت ما بچه من اسکوپم اصلا ات نمیخوره مجبورم وست بزنم کم همین رو داشت من اومد به این سمجه داشته باش فشار میدم گانو فشار میدم بود داشت چجوری خود تو ریب دادی فقط میخوام من یه نفر رو باید با این هد بزنم با اینم دوام و من یه هد بزنم الان 8 تا کیل یکم همین رو به روه یعنی من باید با اینم هد بزنم تموم تیم وایفا هم شد تموم شد داشت با 9 تا کیل 29 نفر دیگه رو مپن یه نفرم اون طرف هست بریم اونم بزنیم پیک قشنگ میخوام پاکسازی 100 بشه قشنگ داشتم میبینی که داری میای قشنگ معلومه میدونم داری بیا داشتم منم واسه تو میام داشتم کجا رفتی من میومدی خب پشتمه یا علی باتی که داداش من این همه راه واسه این بات اومدم ای بابا خیلی خوب ولی دیگه ماشین رو سوارش میره بریم واسه بیماساکی با این چرا این رو کج نمیشه اصلا رفت خیلی خوب بچه بریم این اسکار رو من سقط کنم با یه اسکوپ 4 بگیرم روش خیلی خوب 2 تا هم 3 تا یه اسکوپ 4 هم 200 تا این اسکوپ اینم بگیریم که دیگه داشتم کلن شاب جارو کنیم بره این الان اسنایپ هم داشته باش من بر نمیدارم سنایپر ای من شانس داشت نهری این دست کلن ای دفعه نمیزنی بریم این داشتی چی کار کرده من ریتش فکر کنم خیلی اومد بالا نه یه نفر همینجا داره با این طرفه من چون همدیسفریم من نمیتونم اون طرف یکی دومی سومی هم که تو ماشینه ها داشت تو اصلا تو خیلی موضوعاتم همه چیزم وخیم هستن کلا میخوای تو رو نزنم بزنم فیل داشتم تیم وایفتون کنم اصلا عشق کنید بچه اگه واقعا من دیگه امده خیلی سخته الان اینجور با این لایک بزنی ولی من اصرار دارم که باید بزنم 14 نفر زدم 14 نفرم دو مفن ولی با هم یه نفر وان شد بعد من بزنم که این خیالم راحت شه اوکی بعدش دیگه
ما بریم امداد سخت کنیم، امداد سخت بشه رنجش بیشتر بشه میزنیم. اوکی امداد سخت بیا داشتم، بیا من 2 تا خط بگیرم، 2 تا. اوکی استاپ کنیم، فکر کنم داشته باشیم الان یکی داریم. اوکی منم بندازیم، محشی هم که نیاز نیست. خیلی خوب داشتم بیا. کلا اینجا دیگه نمی نیست، اونجا هم تازه ریف دادم. بریم الان یه اسکوات 100 پیکه دیگه. الان یه نفر اینجاست، بریم اول اینو بزنیم. داره میاد. یه نفرم اینجاست. تموم داشت رفتی که بچه الان این اسکواد اینجاست. حس میکنم نباید برم پیک. 9 نفر موندم، باید وین کنم، یا وین یا تاپسی چیزی. اوکی من ولی 100 پیک نمیه. امده باید فشار داد ولی نه نمیارز. فکر کنم نه انمی بودم معلوم شد دیگه. این صدا پا الان من میگیرم از رو هنسفری، نمیتونم. فکر نکنم به صدا پا باشه. نه صدا پا نیست ولی خب ماسکرم برداریم نیاز میشه. فکر کنم دراپ باید یه نفر باشه. لگ نگیر لامصب. آره اونا اینجاست. وای این نگرفت. یکی دیگه اونم یکی دیگه. لن داشتم یه سوپر بزنیم. چیلا رو نخوری ها، ظلمه. اینم تموم. اینم باباش رفت. اینو باتن نه بیشترم باتن. نه یکی بچه ها نه ویس خورد ولی خب اب مهم نیست. 19 تا کیل تا الان. همه بات هم قشنگ، من مستو هم قشنگ بات نیستم ولی مستو هم. خیلی خوب 3 نفر دیگه مونده. یه نفرم خلاص شد. یکی اینجا یه سوالینسر داشت نمیدونم. یکی هم همینجاست داشتون بات کلا. ویس خورد. من کلا برام ملاک نیست هد زدن تو بتل رویال. اینا کلا هد زدن برام ملاک نیست. ملاک اینه بزنم. کلا یوتیوبر خارجی هم همینه، مثلا بی تو که کلا براش مهم نیست. جایی که باید ویس بزنه ویس میزنه، جایی که باید هد بزنم هد میزنه دیگه. و تو اون پیسی همه 500-600 میلیونی و من با موبایل زغال دارم پلی میدم، فرق میکنه.
همون کسه. نه داشه نمیه. با چیه داشتم من با تمتقوی نمی چه بی جنبی هم هست. نه وای با لگ گرفتم ولی اوکی بالاخره یکی بهت زدیم و ولی خدای شبیشه. بچه خلاص دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و اینکه خداش همین ست الیت 7 دیگه همینه روش ساختن دیگه کلا انگار خواستن یه جور بگیم برگردونن همین الیت و اینکه دیگه کلا نشده ریدن و عشقید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.